ازیلیزی یک راهنمای ویدیویی است که مراحل تایید حمایت بین‌المللی در ایتالیا را تشریح می‌کند. تایید حمایت بین‌المللی به معنای پذیرش درخواست پناهندگی و یا به دست آوردن شرایط پناهنده و یا حمایت سوئیسیداریه میباشد. اگر در ایتالیا درخواست پناهندگی بدهی، باید به تاریخ‌ها و مقررات تعیین شده توسط قانون توجه کنیم. مراحل به معنی احترام و توجه به این مقررات و تاریخ‌ها می باشد. ما 9 ویدیو ساخته ایم که این مراحل را تشریح می کنند. هر ویدیو دارای یک عنوان و بخشی از این مراحل را توضیح می دهد. می توانی ویدیوی مورد علاقت را پیدا کرده و کلیک کنی. برای آشنایی بیشتر با حقوق و مسئولیت‌هایت ما تماشای تمام ویدیوها را به تو توصیه می کنیم. راهنمای ویدیویی ازیلیزی به 6 زبان ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، عربی، تیگرینیو و فارسی موجود می باشد. در پایین وبسایت 9 فایل صوتی وجود دارد که می توانی بر روی هر یک از 9 فایل کلیک کرده و اطلاعات بیشتر راجع به پناهندگی در ایتالیا را به دست آوری. می توانی از اسمارت فون یا تلفن‌های هوشیار نیز برای دیدن راهنمای ویدیویی ازیلیزی استفاده کنی. ویدیوها و فایل‌های صوتی مستقیما با شنونده صحبت می کنند. راهنمای ویدیویی به تو کمک می کند تا بفهمی چه کارهایی را انجام دهی تا در ایتالیا حمایت بین‌المللی را به دست بیاوری. ازیلیزی نمی تواند جایگزین مشاور حقوقی باشد. اگر مراحل پناهندگی را نمی‌فهمی، راجع به مراحل سوال داری و یا یک نامه رسمی دریافت کردی، باید از یک وکیل کمک بگیری. اگر وکیلی را نمی‌شناسی، از انجمن حقوق پناهندگان تقاضای کمک کن. مثلا از چنترو استالی، ارچی، چیر، شورای توسعه پناهندگان در ایتالیا درخواست کمک کن.